توضیح بده چرا جسم تو اون تن تو ول کردی اومدی بیرون؟ چرا؟ اون دیگه وقت با من بودن نداشت. وقت با شما بودن رو نداشت؟ نه. یعنی چی؟ راستشو بخوای اگر من بخوام درست جواب شما رو بدم باید بگم که خیلی بی‌معرفت بود. چرا؟ یه روز من خیلی با هم بحثمون شد، من میخواستم ماهو تماشا کنم، اون گفت من صبح زود باید پاشم، وای نزد ماهو تماشا کنیم. منم کشون رفتیم خوابیدیم. رفتین خوابیدین. آره. بعد من خیلی ناراحت شدم، صبح قهر کرد، گفتم آقا من نمیرم با هرچی بخوای خود تنهایی برو. رفته این خودش تنهایی، من خوابیدم. گفتم الان برمیگرده کنف میشه و هیچ بر نگشت. شب برگشت اصلا هم نفهمیده بود که روحشو نبرده. آخه من از اون روز دیگه سوارش نشدم، گفتم بذار خودش تنهایی بره. برای مدت فهمیدم منو فروخته آقای داماد. بنابراین اون جسمتون الان یه جایی دارن زندگی میکنن ولی اصلا حواسشون نیست که شما هستی یا نیستی تو بدنشون. اصلا حواسی نیست که من هستم یا نیستم. شما چجوری وضعیتتون؟ روحتون هست؟ در خدمتتون هست؟